قدیمی ترین منشور حقوق بشر کدومه؟ همه ما فکر میکنیم جواب این سوال به ظاهر ساده رو میدونیم و اون منشور کوروش بزرگه. شاید هم درست بدونیم، ولی برای اینکه مطمئن بشیم بیاین یه بار دیگه بررسی کنیم. خب جواب این سوال بستگی به تعریف داره. یعنی چی؟ یعنی منشورهای قدیمی تر از منشور کوروش بزرگ پیدا شده. یعنی منشور کوروش به 539 سال قبل از میلاد یا تقریباً 2500 سال پیش برمیگرده. در صورتی که قوانین آشوری میانه بین 3250 تا 3450 سال، قانوننامه حمورابی حدود 3779 سال و لوح اورنامو به عنوان قدیمی ترین قانون تمدن‌های شناخته شده به بیش از 4100 سال قبل برمیگرده. و اما تعریف ها اینجا معنی پیدا میکنه. قانوننامه حمورابی یک سنگ‌نوشته 282 ماده‌ای درباره قوانین جزایی، مدنی و اقتصادیه. یا فرامین آشوری و سومری باز هم جنبه قانونی و حکومتی داشتن، نه چیزی شبیه حقوق بشر و نه آزادی‌های فردی. اونها لوح‌های قدیمی‌تری هستن اما حقوق بشر نیستن. منشور کوروش بزرگ بعد از فتح بابل و به خط میخی اکدی نوشته شد. اون به جای ویران کردن شهر یا برده کردن مردم منشوری نوشت که توش آزادی دین، لغو بردهداری و احترام به فرهنگ‌های مختلف رو ثبت کرد. یعنی 2500 سال دموکراسی. قبل اینکه دنیا کلمه حقوق بشر رو بشناسه، ایران باستان برای اون قانون نوشته بود. این منشور به عنوان اولین اعلامیه حقوق بشر الان تو موزه بریتانیا است. اما سوال دیگه ای که به وجود میاد اینه: در زمانی که هر حکومتی قصد تحمیل دین خودش به دیگری رو داشت، دین و آیین ایرانیان باستان چی بود که اینقدر متین و با روحی بزرگ سرزمین‌های فتح شده را آزاد به انتخاب دین می‌ذاشتن؟ دین سنتی آریایی، چند خدایی یا زرتشتی؟ جواب این سوال تو این ویدیو داده شده که الان گوشه صفحه براتون نمایش داده میشه.